سلام به همه، پاشا هستم با یه ویدیوی دیگه. همینجوری که بیشترتون میدونید همستر اومد توی یه ویدیو گفت که پروفیت خیلی مهمه و امکانش هست که بخوان ایردراپو بر حسب پروفیت تقسیم کنن بین کاربرا و اگه واقعا اینجور باشه ما باید پروفیتمون رو افزایش بدیم و یه پروفیت بالایی داشته باشیم که بتونیم پول بیشتری در بیاریم. ولی همونجور که همتون میدونید بخوای پروفیت بالا ببری، کارت هایی که ارتقا میدی، هر چی کارت بیشتر ارتقا میدی سکه بیشتری ازت کم میکنه. مثلا شما به پروفیت 1 میلیون که رسیدی، وقتی بخوای 300,000 تای دیگه پروفیت تو ببری بالا، کمش باید 500 میلیون سکه خرج کنی. همینجوری که همتون بهتر میدونید وقتی تو اکانتتون میخواین یه کارتی رو ارتقا بدین که پروفیتتون افزایش پیدا کنه، از یه حدی بیشتر ارزشش نداره و میبینید که دیگه خیلی سکه میخواد برای افزایش پروفیت. مثلا کارت هایی که هستن که یک به پروفیت اضافه میکنن ولی 10 میلیون سکه ازتون کم میکنن و به نظر من ارزش نداره، هم از این لحاظ که سکه‌تون کم میشه و اگه یه وقتی مثلا همستر بخواد بر حسب سکه به ما ایردراپ بده، اونجاست که ما باید دو دستی به سر خودمون بزنیم. ولی یک راه حل هست برای اینکه هم سکه زیادی داشته باشیم و هم پروفیت بالایی داشته باشیم، پروفیت 5 میلیون یا حتی بیشتر. خب این راهو من خودمم الان امتحان کردم، خیلی هم خوبه و این تو زمانی که باقی مونده تا همستر لیست بشه شما هم میتونید این کار رو انجام بدین و یه پروفیت قابل ملاحظه‌ای و یه سکه زیادی برای خودتون داشته باشید. شما با انجام دادن این کار در هر دو صورت برنده هستید. چطور؟ چون هم پروفیت رو دارید هم سکه رو. یعنی اگه همستر چه بر حسب پروفیت چه بر حسب سکه بخواد به شما ایردراپ بده، شما هر دوتاشو به اندازه کافی دارید. خب راه حل چیه؟ راه حلی که من خودم اونو امتحان کردم و جواب داده. راه حل اینه که شما بیاین چندین اکانت تلگرام بسازید. از لحاظ فرندن مشکلی ندارید، میتونید اینا رو فرند همدیگه کنید و کارتا براتون باز شه. کاری که من کردم، هر اکانت رو به راحتی تا پروفیت 500k میتونید ببرید چون سکه زیادی نمیخواد و به راحتی این کار شدنی. من الان 6 تا اکانت دارم، پروفیتاشو میتونید ببینید که چقدر بالاست و هم سکه دارم و هم پروفیت. شما وقتی 6 تا اکانت داشته باشید که هر کدوم پروفیتشون 500 باشه، یعنی شما 3 میلیون پروفیت دارید و سکه هم به اندازه کافی به نظر من میتونید جمع کنید. این راه حل رو حتما به نظر من امتحان کنید. تو این مدت زمانی که مونده تا همستر لیست بشه، تقریبا تا 11 تیر خودشون گفتن، شاید هم حتی تمدید کنن، هم بتونید پروفیت زیادی جمع کنید و هم سکه زیادی. امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک یادتون نره، سابسکرایب چنل هم یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.